سلام بچه‌ها، حالتون چطوره؟ من دانیالم. خوش اومدین به قسمت دوم پدل نیوز. ما قراره تو این قسمت با همدیگه چند تا از پوینت های باحال پرو پدل لیگ رو بررسی کنیم. اما قبل از شروع بررسی اول بریم ببینیم که پرو پدل لیگ یا پی پی ال چی هست. پرو پدل لیگ یه مسابقه 4 روزه است به میزبانی قاره آمریکا که این مسابقه در حال حاضر توی مکزیک داره برگزار میشه و همین الان که دارم ویدیو رو برای شما میگیرم روز سوم مسابقه هستیم و فردا فیناله. توی این مسابقه پرو پدل لیگ 10 تا کلاب هم در بخش بانوان هم در بخش آقایون شرکت کردن. تو هر روز هر کلاب با 2 تا کلاب دیگه مسابقه میده و فرمت بازیاشون هم بست آف تریه، یعنی هر کی 2 ست از 3 ست رو ببره برنده این مسابقه است. یکی کم بشن میرن سر وقت سوپر تای بریک. خب قبل از اینکه ما بریم مسابقه رو آنالیز کنیم، خوشحال میشم هر جای ویدیو از این لذت بردین یا نظری، انتقادی، چیزی داشتین حتما برامون بنویسین و لایکش کنین. خیلی ممنون میشم ازتون. بدون اتلاف وقت بریم سر وقت آنالیز بازی. پوینت اول، چه لابی انداخت. اینجا رو ببینین، این 2 تا بازیکن وقتی لاب خیلی خوب انداختن خودشون رو چسبون به نت. بازیکن ساید چپ خب آماده بود، ولی بازیکن ساید راست چرا نتونست بره جلو؟ اگه دقت کنی اینجا، بذار من یکم برم عقب، وقتی که لابو میده ناکن میشینه زمین منتظر بمونه لابش میاد تو زمین یا نه، و با خاطر همین اتلاف وقت مجبور میشه عقب بمونه، خیلی به نت نمیرسه. اگه به نت میرسید اینجا میبینید چه اتفاقی میافتاد. اگه به نت میرسید میتونست این پوینت رو با اسمش تمام کنه، ولی الان مجبوره با یه باندخواه ساده خودشون رو روی نت پوزیشن نگه دارن. اما خب بازم لابش خیلی خوب بود. اینجا گپ بین 2 تا بازیکن میبینه، میندازم اینجا و دوباره گپ بازیکن‌ها رو میبینه. وقتی شما زیاد بین 2 تا بازیکن بازی کنی تیم حریف یکم گیج میشه. الان تازه سویچ کردن جاشونو، خیلی بیشتر قراره گیج بشن چون نمیدونن کی قراره وسط رو بزنه. با این حال تو برمیگردن و دوباره وسطشون رو میزنه و با یه ارور ساده تیم آبی پوینت رو میگیره. همونجوری دیدین خیلی ساده، فقط با وسطشون بازی کردن. بریم بعدی ببینیم. چقدر خوشگل. اینجا یه دونه دوباره مثل همیشه این بین بازیکن‌ها خیلی مهمه. دوباره مثل همیشه انداخت بین بازیکن‌ها و حالا نمیدونم چرا بازیکن ساده چپ آبی نزد فورهند والیو و مجبور شد بره عقب. و همونطور که می‌بینی وقتی که روشو میکنه به گلاس، یعنی پشتش به زمین میشه، 2 تا بازیکن سفید با سرعت خودشونو به نت میرسونن برای اینکه نت پوزیشن رو ببرن. همیشه یادتون باشه توی پدل شما از عقب زمین قرار نیست پوینت بگیری، قرار از عقب زمین نت پوزیشن رو ببری و از نت پوزیشن پوینت بازی رو ببری. بریم جلو ببینیم چی میشه. 2 تا بازیکن سریع خودشون رو به نت قرار برسونن و بله نت پوزیشن رو میبرن. دوباره با وسط بازی میکنه. وسط خیلی مهمه. بازیکن آبی چه دفاعی میکنه. اینجا بازیکن آبی که تو دفاع وقتی که میبینه داره فشار میاد به یارش، میخواد بره پشت یارش رو کاور کنه و خب بازیکن سفید که آلفونسو باشه ساید چپ میبینه اونجا رو، میبینه که بازیکن داره میره و واسه همین سری جای خالیشو میزنه. و این بازیکن آبی چقدر خوب دفاع میکنه. دوباره با وسط زمین بازی کرد، اصلا وسط عالیه. دوباره وسط و بله با یه فورهند ساده این بازیکن آبی پوینت رو از دست میده. بریم سراغ پوینت بعدی. اینجا رو نگاه کنین، اینجا خیلی مهمه. وقتی که توپو از ساید چپ آروم میخواد بیاره ساید راست و حمله کنه، 2 تا بازیکن با همدیگه پوزیشن بازیشون رو جابجا میکنن. برگردیم عقب، اینجا رو نگاه کنین لطفا. وقتی که با یه والی میزنی ور، 2 تای آروم میان اینور و بله پوزیشن رو با همدیگه جابجا میکنن برای اینکه نت پوزیشن رو ببرن. ببخشید. اینجا با یه لاب سعی میکنن که خودشونو برسونن به نت پوزیشن، خیلی هم سریع خودشونو میرسونن به نت پوزیشن و با یه بلاک روی نت پوزیشن میمونن و گپ بینشون رو میبینیم. اینجا خیلی مهمه.
بازیکن آبی مجبور میشه که بره عقب‌تر به خاطر این ضربه. بذار نگاه کنیم ما هم دیگه چه اسمشی زد. اینجا نگاه کن، وقتی بازیکن آبی میره عقب، خب این دو نفر بازیکن سفید خودشون رو میچسبونن به نت، میچسبونن، آماده اسمشن، آماده تموم کردن پوینتن. با یه توپ ساده تموم. همونطور دیدین دو تا بازیکن با هم اومدن جلو، این خیلی مهمه. بریم سراغ پوینت بعدی. آدم دوست داشتنی من تولیتو. خب اینجا یه شاوت داد بزنیم به بازیکنان انقلاب وقتی که فینال انقلاب رو داشتیم آنالیز می‌کردیم. خب لینکش هم واسهتون تو دیسکریپشن میذارم. هفته پیش ما ویدیو باشگاه فینال انقلاب رو با هم بررسی کردیم. این هفته داریم پروپدل لیگ رو بررسی می‌کنیم، ولی یه چیز مشترک بینشون دیدیم اینجا. همین الان اولین مشترک بود. وقتی که تیم سفید چیکیتا بازی میکنه و تیم مشکی نمیتونه با چیکیتا حمله کنه، مجبوره فقط توپو رد کنه، تیم سفید دو نفرشون سریع میان به نت پوزیشن میرسن و سعی میکنن نت پوزیشن رو نگه دارن. بله چه دراپی شد توی باندخای خوشگل. و بله من عاشق تولیتو هم. اینجا زهر خودشو میریزه، یه سورپرایز انجام میده واسه همه، با ساید گلاس بازی میکنه ولی اصلا عجیب و غریب. اصلا همچین حرکتی واقعا فقط از تولیتو برمیاد. یه گپ بزرگ بین دو تا بازیکن، اونجا رو میبینیم فضای خالی رو میندازه ولی خب با یه لاب دوباره میاد نت پوزیشن رو میگیرن. و اینجا جایی که با یه اسمش بازی تمام میشه. فقط اینجا توییتر چیزو ببینیم، آلفونسو رو تولیتو رو ببینیم. وا اینجا عاشقشم. چی کار میکنه این آدم اصلا نمیدونم. بریم سراغ پوینت بعدی دوره از تولیتو. خب اینجا میخوایم با هم دیگه یه اسمش یاد بگیریم. اصلا اول از همه لوکیشن جایی که داره اسمش میذاره نگاه کنین، پشت لاین سرویس. سعی نکنین امتحان کنین. جای فقط بازیکن پروپدل لیگ و آقای آریا روغنیه به نظر من. هیچ کس دیگه تو ایران تا الان نمیتونه اونجا اسمش بزنه، مگر اینکه برخلاف ثابت بشه. و من عاشق این موضوعم که کسایی بتونن اونجا اسمش بزنن. خب بریم ببینیم چه جوریه. آقا این استایل بدنی اسمش برای همه بازیکن‌های دنیا یکیه. شما باید این سه تا چیزو رعایت کنی تا بتونی اسمش خوبی بزنی. حالا شما بهترین بازیکن ایران باش یا بهترین بازیکن دنیا باش، این سه تا چیز مهمترین چیزاست. نگاه کن، اول از همه راکت دو میندازی پایین، میاری پشت خودت، آماده ضربه است. چیز بعدی، دسته که راکت نداره باید باهاش توپو ایم کنی، توپو نشونه بگیری. جایی که توپ داره میاد پایین باید اونجا رو نشونه گیری کنی. و مهمترین چیز از اون، زانواتو خم کنی. چرا؟ شما باید ترانزیشن پاور رو از پایین ترین نقطه بدنت بیاری تو شونت، بیاری تو آرنجت و بتونی با مچ تموم کنی. خب برای این کار، برای اینکه بتونی نیروی بیشتری بیاری، زانواتو خم میکنی، کمرتو قوس میدی به عقب و تمام این نیرو رو موقع ضربه اسمش زدن پاتو میپرونی، صاف میکنی و کمرتو صاف میکنی و اسمشو میزنی. حالا نگاه کنین، اسمشو خیلی خوب میزنه خودش و تیم حریف هم خب بهش میرسه ولی خب به زور میرسه. نگاه کن بازم یه لاب میده بین بازیکن‌ها، میبینید چقدر میزنن. دوباره با ساید گلاس بازی میکنه این تولیتو. اصلا یه آدم عجیبه. هر موقع میخوای جلوش بازی کنی باید حواست باشه که با ساید گلاس بازی نکنه. حالا وقتی هم بازی میکنه تیم حریف نگاه کن آماده نیست، مجبوره بره عقب. دوباره توپو نگه میدارن تو شرایط بازی. اینجا یه دونه توپ بلند به تولیتو میده روی نت. خب میخواست کوتاه بندازه ولی خب توپش بلند اومد و تولیتو روی نت با یه حرکت خوشگل تمام کرد. دوباره دیوونه بازی این پسر. نو لوک زد، نو لوک تولیتو. بریم سراغ بعدی. توی این پوینت میخوایم، این پوینت خیلی مهمیه. بزن اول بهتون اسکور رو نشون بدم. اسکور اولی 6-3، اسکور دوم 6-1 و الان سوپر تای بریکه 8-6 به نفع تیم سفید. یعنی اگه تیم سفید این پوینت رو بگیره میره مچ پوینت. یه پوینت خیلی ساده ای داره بازی میشه. فقط میخوام بهتون نشون بدم که چند تا توپ میره به وسط زمین، چند تا توپ میره به کناره ها. بریم با هم ببینیم اینو. اولی میره وسط، دومی میره کنار.
میاد وسط میره کنار، دوباره ما میگیم اینم کنار رفت لاب داد، یه دونه وسط میزنه برمیگردونه وسط، یه دونه وسط برمیگردونه وسط و بله به همین راحتی. این دوتا بازیکنی هن که دیگه تو پرو پدل لیگ دارن بازی میکنن، تو ورد پدل تور دارن بازی میکنن. البته ورد پدل تور نداریم، پریمیوم پدل دارن بازی میکنن. یعنی شما با قوی ترین بازیکنای دنیا هم بازی کنی، اگه بینشون بازی کنی امکان ارور دادنشون خیلی بیشتر از اینه که تو بدنشون یا توی سایدشون بازی کنی. چرا؟ چون بین واسه 2 نفر بازی کنه. الان هم که دیدیم 2 نفرشون با همدیگه قاطی کردن، نه کن به راحتی با همدیگه قاطی کردن و مچ پوینت دادن به اونا، یعنی اونا آماده گرفتن مچ پوینت هم. بریم سراغ پوینت بعدی. اینم ست پوینته، اینم پوینت خیلی مهمیه. چه لابی داد، یه لاب داد و اونجا فضای خالی پیدا کرد. دوباره تولیتو اینجا با ساید گلاس بازی میکنه. چقدر چیکیتا بازی میکنه تو این پوینت تولیتو، یعنی تمام پوینت ضرباتشو چیکیتا بازی میکنه برای اینکه نذاره تیم حریف حمله کنه. و بله اینجا تولیتو عجله میکنه، یه توپ ساده میده به بازیکن مشکی و بازیکن مشکی فضای خالی و کامل میبینه و از اون فضا ست پوینتو میگیره و ست به نفع تیم مشکی میشه. بریم سراغ پوینت بعدی. اینجا شباهت دوم به فینال باشگاه انقلاب داریم، جایی که دانیال قارونی فنس جی پی رو میزنه و جی پی مجبور میشه ایارش فاصله بگیره. همینجوری گپ بین خودش و یارش ایجاد میشه، بین جی پی و کیان. و اینجا دقیقا همون اتفاق میفته، با این تفاوت که بازیکن مشکی به جای اینکه توپو برگردونه به کسی که ضربه رو زده یا ریترن کرده، برمیگردونه به کسی که دورتره و زمان بیشتری برای برگشتن به ردی پوزیشن داره. پس نگاه کنیم با هم دیگه، توپو میفرسته به اون بازیکن و برمیگرده سر پوزیشن خودش. یه لاب خوشگل از تولیتو. خب اینجا بازیکن مشکی چند تا آپشن داره. 1 با خودشو لاین بزنه، 2 با خودشو وسط بزنه، 3 با خودشو اون سمت مخالف بزنه. خب اون سمت مخالف که اصلا امکان پذیر نیست، هیچ کسی نمیتونه بزنه مگر اینکه با سایت گلاس بزنه. میمونه 2 تا آپشن، وسط و لاین. وسط اگه بخواد بزنه یار خودش بلاکش کرده، یعنی نمیتونه بزنه وسط، حتی فقط یه جا میمونه که لاینشو بزنه. و میبینین تولیتو چقدر چسبیده به فنس، ولی ناکن چجوری بازم توپش رد میشه و پوینتو میگیره به همین راحتی. البته راحت که به گفتنه، خیلی سخته. میرم سراغ پوینت بعدی. خب اینجا اگه ببینید 2 تا بازیکن مشکی آماده رفتن به بیرونن. خب توی این سطح از پدل همه اسمش از اونجا بزنن میره بیرون و حتی نره بیرون برمیگرده تو زمین خودشون. تولیتو میبینه که آلفونسو داره میره بیرون، آلفونسو همون مشکی جلوه، میبینه داره میره بیرون، یه فضای خالی همون ته میبینه، سعی میکنه با فیک بازی کنه، اما خب فیکش یکم زوره زیاده، تو میاد بالا. اینجا رو ببین فضای بین 2 تا بازیکن سفید چقدر کمه، ولی باز هم با وسطشون که بازی میکنه این 2 بازیکن قاطی میکنن و مجبورن جفتشون ول کنن و برن از عقب زمین توپو بیارن و مجبور میشن برن تو دفاع پوزیشن. آها اینجا شباهت سوم به باشگاه انقلابه که الان ویدیوش هم بعد از این واسهتون میذارم، ببینین که چقدر شبیه اینجا. ببینین بازیکن مشکی سمت راستش فضای خیلی زیادی نیست ولی فضای خالی زیادیه و بازیکن سفید اینو میبینه و ازش استفاده میکنه، تو با میندازه همونجا. و بله اینجا بریم بازی کیانو ببینیم. همین پوینت کیان این بازیکن سفید پایینه و ببینیم چه اتفاقی میفته. اینجا کیان حتی فضای خالی بیشتری نسبت به اون بازیکن مشکی داره سمت راستش، اگه ببینیم پای کیان رو لاین هم هست حتی، ولی به خاطر استپ هایی که میزنه، یعنی آماده بودن پاش، میتونه برسه به توپ و خیلی راحت توپو در میاره، کاور فست میکنه. بریم سراغ پوینت بعدی. قبل از اینکه این پوینت شروع بشه یه چیز جالب بهتون بگم. تولیتو کسی که ساید چپ سفید بازی میکنه و آلفونسو کسی که ساید چپ مشکی بازی میکنه، این 2 تا پارتنر همدیگه بودن، یعنی از لیگ 1 پدل ایوان پدل تونستن با همدیگه بیان به پریمیوم پدل و با هم پارتنر بودن، تازگی از هم جدا شدن و ببینین جلوی هم چیکار میکنن. خیلی خوب بازی همدیگه رو میشناسن. ببینین جلوی هم چیکار میکنن سر این پوینت، میبینین چقدر با همدیگه وسط بازی میکنن. اینجا
بازیکن مشکی با یه چیکیتا میخواد بیاد به حمله کنه دیگه و یارش میاد جلو، یار ساید چپش میاد جلو، ولی بازیکن سفید باهوش بازی میکنه و دوباره وسطشون رو میزنه، مجبورش میکنه بره عقب، نمیذاره بیان حمله کنن، نکن میفرستشون عقب. با یه لاب چه باندخای خوشگلی زد، چه دفاعی دارن میکنن تیم مشکی، یه باندخا. خب ببینیم با هم دیگه دوباره استایل اسمشو، زانوها خم، راکت پایین، دستی که راکت نداره توپو داره نشونه میگیره. از کجا دوباره داره میزنه؟ پشت لاین. خب این اسمشوش هم خیلی بد میزنه. آها، و بازیکن مشکی میبینین آلفونسو چسبیده به نت، چون دید داره اسمش میزنه و بهترین جای اینه که بیاد سر وقت نت و توپو تموم کنه. حالا یه استراتژی مهم دیگه که تو این پوینت داریم میبینیم، بازیکن یار مشکیه ساید راست، اون بازیکن وسط زمین، همونطور که میبینید وسط خط زمین وایساده و ته زمین. چرا؟ اگه یه وقتی تولیتو به سرش بزنه و فیک بازی کنه، اون بازیکن عقب بتونه توپو در بیاره. به همین راحتی این استراتژی بازیه. اینجا جلوی قاضی و ملق بازی این حرکت تولیتوه، ولی خب موثر نیست و پوینت از دست میده آلفونسو. اینجا نگاه کنید، فقط اینجا خود تولیتو داره خوشحالی میکنه، فکر پوینتو گرفته، اما نه، ادامه داره و بله اینجا پوینتو میگیره. این سبق پوینت بعدی تولیتو دیوونه. وای اینجا تولیتو نشون میده چقدر آدم دیوونه ایه. سرویسو میزنه به یار قدیمی خودش آلفونسو مشکی. این بازیکنم یکم دیوونه است. چیکار میکنه؟ با شیشه پشت بازی میکنه. ست پوینت، این ست پوینته. و ببینین تولیتو چیکار میکنه، فقط میره که اسمش بزنه، توپ ول میکنه، توپ میخوره تو شیشه، قیافشو نگاه کن، حتی بر نمیگره نگاه کنه، با خوشحالی میاد بیرون. وای این پسر دیوونه است. این بود از این قسمت آنالیز ما. خب خوشحال شدم که تا اینجا با ما همراه بودین. اگه خوشتون اومده خوشحال میشم لایک کنین، کامنت بذارین و هر انتقادی پیشنهادی داشتین بهم بگین. اگه دوست دارین بازی شما رو آنالیز کنین، خیلی خوشحال میشم که توی لینکی که واسهتون میذارم تو دیسکریپشن برام بفرستینش. پوینت‌های قشنگش جدا میکنم، مثل همین بازی رو آنالیز میکنم، هم برای شما هیجان انگیزه، هم برای من. پوینت‌های ایرانی من خیلی بیشتر از خارجی دوست دارم. و اینکه 5 شنبه قراره با هم دیگه نگاهی به برنده قهرمان این مسابقه PPL بندازیم، پرو پدل لیگ. ببینیم چه تیم قهرمان شده تو بخش آقایون، تو بخش بانوان چه تیم‌هایی شرکت کردن و جایزش چقدر بوده و حواشیش چطور بوده. و مهمترین بخش پنجشنبه چیه؟ قراره با هم دیگه نگاهی بکنیم به مسابقات هفته آینده، جایی که کوئلو، تاپیا، گالان و چینگوتو حضور دارن ولی با هم دیگه نه. ولی شما اگه بفهمین پارتنراشون کیه، کلتون سوت میکشه، اصلا باورتون نمیشه چه اتفاقی داره تو پدل میفته. خوشحال میشم ما رو دنبال کنین. هر هفته ما با هم دیگه دوشنبه قراره آنالیز بازی داشته باشیم و پنجشنبه به هوای